مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشمی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده ماجرای لغو کنسرت‌های اهواز و استان خوزستان رو که چند روزی هستش حسابی در اهواز جنجال پا شده و خواننده‌های نظیر سیروان خسروی و سهراب پاکزاد کنسرتاشون در استان خوزستان و شهر اهواز لغو شده به صورت خودجوش. هیچ کسی هم گردن نمیگیره که امروز از روی جزئیات این اتفاق با شما صحبت میکنیم. این در حالیه که در سال 2022 وقتی که همه کشورها در حال پیشرفت تکنولوژی هستن، در حال این هستن که تلسکوپ بفرستن، نمیدونم عکس بگیرن از سایر نمیدونم کرات و منظومه شمسی و این صحبت ها و در حال ارتقاء سرعت اینترنت هستن و در حال پیشرفت علم و تکنولوژیشون هستن، در شهر اهواز یه عده آدم خشک مذهب وانت و این بلنگای نون خشکی و نمیدونم سیستمای صوتی رو ور میدارن میبرن تو محلهای برگزاری کنسرت و مداحی پخش میکنن و سرود انقلابی پخش میکنن که کنسرت لغو بشه. این حرکت در همه جای جهان برای مبارزات این تیپی قفله. من نمیفهمم که مثلا برگزاری کنسرت چه آسیبی میزنه به امام و انقلاب اسلام. اصلا این حرف مردم حالا فردا روز نگید که اون ور آب نمیدونم معاند فلان داره حرفا رو میزنه. بیاید توضیح علمی بدید، دلیل علمی بیارید، همه مردم جهان آگاه بشن. شاید همه جای جهان که دارن کنسرت برگزار میکنن غلط دارن میکنن و شما دارید درست انجام میدید. شمایی که خودتون رو آگاه میدونید، وصل میدونید به اون بالایی و میخواید اسلام رو ترویج بدید. نمیخوام این حرکات ضد دینی بگم نه، ولی شمایی که میخواید ترویج بدید توضیح بدید برای مردم چرا این کارو دارید انجام میدید. آقا ما ناگاه بدونیم چرا اصلا کنسرت ها باید تو استان خوزستان و سایر استان ها لغو بشه. بریم اول این سری تصاویر ببینیم از در کنسرت، ببینید که اصلا با وانت و بلنگو و این چرت و پرتا سر و صدا ایجاد کردن، قمه کشی کردن، کتک و چک و لغت که آقا کنسرت برگزار نشه. ببینید سال 2022 داره همچین حرکاتی اتفاق میفته واسه لغو کنسرت ها. حالا از اون طرف میخوایم ببینیم که دوستان مسئول و کسانی که توی این قضیه ذینفع هستن، کسانی که ضرر کردن، واکنش و ریاکشنشون نسبت به این قضیه چی بوده. اول از همه ارشاد اومد توی این قضیه ورود کرد. آقای کلاهکج که ایشون همه کاره ارشاد هستن، مسئول ارشاد هستن، اومدن گفتن که تا اطلاع ثانوی برگزاری هر گونه کنسرت در استان خوزستان ممنوعه. برای چی؟ به شما مردم هیچ ربطی نداره، من مسئولم، من تصمیم میگیرم که کنسرت لغو بشه. مرسی از دوستان و برابچه ارشاد. فرمانداری که یکی از اصطلاحاً مقام ها و سازمانی هستش که تصمیم گیری میکنه در خصوص برگزاری کنسرت ها، اومد یه توضیح جالب تر داد. گفتش که
سینما هلال که برای برگزاری کنسرت انتخاب شده بوده جمعیت زیادی دم درش بودن. توجه بکنید، جمعیت زیادی دم درش بودن و این جمعیت زیاد پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکردن. مسئولان بهداشت استان هم وقتی این قضیه رو دیدن نگران شدن، نگران سلامتی مردم شدن و گفتن چون پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکردید باید کنسرت لغو بشه. بسیار عالی. اینم صحبت‌های فرمانداری. فقط من موندم که چرا مثلا برای کنسرت و مسابقات فوتبال این پروتکل‌ها هست، مثلا برای مراسم 22 بهمن و اجرای سرود سلام فرمانده و این چیزا کرونا نمیاد، ولی برای کنسرت و چیزایی که به شادی مردمی که بیش از 2 سال تو خونه‌هاشون بودن، مردمی که بیش از 2 سال سختی رو تحمل کردن، اونم تو خوزستانی که بیش از 47 درجه دما، البته قربون هواشناسی استان خوزستان برم دمشون هم گرم، قربون برم دمشون هم گرم که نمیذارن دمای هوا تو استان خوزستان 50 درجه بیشتر بشه، یعنی دما میشه 60 درجه اما اینا اعلام میکنن 50 درجه 49 درجه، به خاطر اینکه نباید اداراتو تعطیل بکنن، پول ندارن و اینا میان میگن 49 درجه طبق قانون تعطیل نکنن. و دمشون گرم، چقدر به فکر سلامتی مردم رو میکشن توی اونجا. مجوزها رو میدن، یعنی کنسرت هایی که مجوز داشته از ارشاد، کنسرت هایی که مجوز داشته از فرمانداری و کنسرت هایی که مجوز داشته از سایر نهادهای مسئول خودشون مجوز دادن، بعد خودشون به این نتیجه رسیدن نه فایده نداره بعد کنسرت لغو بشه. حرفا چیه؟ اینا باعث میشه که بهداشت رو رعایت نکنن، پس کس. از اون طرف شورای تامین استان که کلا دیگه جمع کرد قضیه رو، شورای تامین استان اومد گفتش که نه، چون یه عده اونجا بی حجاب بودن، یه عده اونجا حجاب رو رعایت نمی‌کردن و یه عده پوشششون نامناسب بوده، به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم این کنسرت ها رو لغو بکنیم. شدن وکیل وصی مردم، حالا به هر حال خب اونم نوع نگاه اوناست و به خاطر همین ما کنسرت ها رو در استان خوزستان به خاطر پوشش مردم لغو کردیم. برو تو همون خیابون نادری، برو تو همون فلافل استریت، برو تو همون زیتون مردم رو ببین، فقط همون لنگ اون تیکه‌ای که کنسرت برگزار میکنن هستی. اگه به شما باشه پس باید بازار و فلافلی و جاهای مختلف هم تعطیل بکنید دیگه، چون مردم با همین پوشش اونجا هم میرن. قلیونی میلیونی همه چی هم باید تعطیل بکنید به قول خودتون. بس مشکل یه جای دیگه است. یه سری هیئتی‌ها و یه سری از آدم‌هایی که توی اینجا بودن گفتن آقا بذار ما یه رخی نشون بدیم، گفتن بریم زورآزمایی بکنیم، برداشتن وانت با چند تا بلندگو برداشتن بردن اونجا، گفتن حالا یه مدعی هم پخش می‌کنیم، هر کی هم حرف زد میگیم توهین به امام و انقلاب و اسلام و باورهای دینی، بگیریم ببریمش. بابا چه ربطی داره؟ اون اصلا یه لاین دیگه است، این یه لاین دیگه است. ممکنه کسی اصلا نمازخون باشه، ممکنه کسی اصلا از شما مسلمان‌تر باشه، حالا کنسرت هم میره کنارش هم میاد میره مراسم‌های مذهبیش هم میره. چه ربطی داره چیز به شقیقه؟ ولی نگاه بکنید هر مقام مسئولی که اومده صحبت کرده یه چیز گفته. ارشاد گفته کلا تعطیل جواب نمیدم. فرمانداری اومده گفته که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نکنه. البته یه جای دیگه اومده گفتن شاید در مکان دیگری برگزار کنیم. صحبت فرمانداری هم بوده. شورای تامین گفته نه، حجاب رو رعایت نکردن، اصلا ماجرای بهداشت و ماجرای چیز دیگه‌ای نبوده. ما کلا الان تصمیم گرفتیم که لغو بکنیم. دمتون هم گرم. تنها چیزی که تفریحی که اونا دارن توی اون گرما و توی اون وضعیت شرجی استان خوزستان یه کنسرت رفتن بود که قربونش برم اونم ازشون گرفتیم. تفریح دیگه دارید بفهمید بگید، من همینجا در رسانه‌ام به مردم معرفی کنم اون تفریحات سالم رو برن دوستان استفاده بکنن. این هم شده داستان لغو کنسرت‌های استان خوزستان و همچنین کنسرت‌های سیروان و نمیدونم چرا پاکزاد و سایر خواننده‌ای که قرار بوده بعدم بیان. امیدوارم که یه تصمیم جدی گرفته بشه، توضیح قانع کننده به مردم بدن، دروغ به مردم نگن بابا اینا نفرت انگیزی میکنه، اینا نفرت رو بیشتر میکنه نسبت به شما. شما میخواید مثلا ترویج بکنید حرکت مثلا مذهبی رو بدتر تنفر ایجاد میکنید تو اون آدم‌ها. تبلیغ درست کردن فرق میکنه با تنفر ایجاد کردن. بابا اینو به خدا همه میدونن، برید یکم
تئوری مخاطب شناسی، تئوری جذب آدم ها رو یاد بگیرید. به حال این وظیفه‌م بود من تو رسانه‌ام بگم، چون ممکنه ببینید وظیفه‌م بود بهتون میگم شاید واقعا نمیدونید آقا شما با این روش‌ها نمیتونید جذب بکنید، بدتر توف و لعنت به شما میرسونن. این چیزی بوده که حرف دل مردم بود. در صورت مرسی که تا این لحظه ما بوده. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.